استفاده پرثمر زمین‌های کارام، رعایت طلبات کارهای اگرتکنیکی و پرورش درست زراعت‌ها مساعدت نمود که حاصلناکی زراعت‌ها بلند گردیده کشاورزان شهر ترسونزاده به گرفتن محصولات فراوان نایل گردند. در تمام خواجگی‌های خرد و بزرگ تابع جماعت و دهات معرکه درنی غله متشکلانه جریان دارد. گروه ستاد تشکیل گردیده همان‌روزه کار دهقانان تحت نظارت است و تمام تکنیک‌ها به کار سفربر کرده شده‌اند. در جماعت دولت پخت‌آباد شهر ترسونزاده 50 عدد خواجگی‌های دهقانی انفرادی فعالیت می‌کنند که در مساحت 246 هکتار زمین کار و فعالیت می‌کنند. امروز در حدود جماعت دولت پخت‌آباد جمع‌آوری حاصل جو، گندم علاقه آغاز گردیده است و مردم نیت دارند که بعد از جمع‌آوری حاصل گندم و جو کشتی تکراری یعنی شالی، پمیدور، بادرنگ، پالزی کش نموده به امنیت آذوقه‌واری جمهوری همان سهم با سزای خود را گذارند. بغیر از زراعت‌های گندم و جو جمع‌آوری پیاز، کارتوشکا آغاز گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته جمع‌آوری کشتی پیاز 5 هکتار زیاد شده، جمع‌آوری کشتی کارتوشکا باشد 3 هکتار زیاد کش نمودیم و کشتی گندم و جو باشد قریب که 30-35 هکتار زیاد کش نمودیم نسبت به همین دوره سال گذشته. با مقصد تطبیق سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان وابسته به زیاد نمودن میدان کشتی تکراری از حساب غله‌دانگی‌ها، لوبیاگی‌ها، جواری مکه و شالی تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود. فعالیت خواجگیداران جماعت دهات سه‌شنبه خوب برای آماده شده در کشتی تکراری از جمله کشتی شالی در جمعیت سهامی گشاده حقیقت گزارنده می‌شود. خواجگی مذکور کشتی اساسی و تکراری شالی را به 40 هکتار رسانیده با اصول کوچاندن نهال پرورش شالی را وسعت می‌دهند. با کشاورزان شهر ترسونزاده دستورهای زیاد دادم در ساحه کشاورزی برای زیاد نمودن از گرفتن از یک زمین 3 و 4 حاصل در کشتی اساسی غله‌دانگی حاصل خوب گرفته رویانده شد. خیلی خوب نشان دهنده نظر به سالهای گذشته خوب بوده هست. میدان‌های کشتی شالی زیاد کرده شد. 4000 هکتار 502 هکتار در کشتی اساسی باقی مانده در کشتی تکراری بود. تا امروز محصولات تر و تازه برای غنی گرداندن بازار شهر ترسونزاده و بازار شهر دوشنبه تامین نمودن محصولات کشاورزی از قبیل پمیدور، بادرنگ و سبزیجات قلمفور تیز، قلمفور شیرین تامین کرده شده. ریاست کشاورزی شهر ترسونزاده معلومات می‌دهد که نشاندادهای ساحه کشاورزی از جمله پخته، گندم، کارتوشکا، سبزی و پیاز و دیگر زراعت‌ها در همه خواجگی‌ها بلند و امیدبخش گردیده است و آنها توانستند سریع وقت بازارهای کشور را با سبزیجات تر و تازه تامین نمایند.